سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه درباره حرف ی و حرف واو می باشد که آنها الف خوانده می شوند. سوال: حرف ی در کدام حالت الف خوانده می شود؟ جواب: اگر حرف ی در آخر کلمه به حرکت آمده و پیش از او حرف با حرکت فتحه آید، در این صورت حرف ی الف خوانده می شود، یعنی به مقدار 2 حرکت کشیده می شود. اکنون بیایید با هم مثال ها را خوانده تکرار بکنیم. مثال اول: الی. ببینید حرف ی به حرف الف تبدیل یافت که مقدار 2 حرکت کشیده خواندیم. الی الی. مثال دوم: علی علی. مثال دیگر: متی متی. اگر متی خوانیم خطا است، باید مقدار 2 حرکت کشیده خوانیم. متی. مثال دیگر: و اخفی و اخفی. مثال دیگر: الاشقا الاشقا. مثال دیگر: ولا ینسی ولا ینسی. مثال دیگر: تعالی تعالی. مثال دیگر: العلا العلا. مثال دیگر: الاعلی الاعلی. و مثال آخر: موسی موسی. اینها بودن یک چند مثال ها. حرف دیگر این حرف واو است که الف خوانده می شود. سوال: حرف واو در کدام حالت به الف تبدیل می یابد؟ جواب: اگر حرف واو در کلمه پیش از حرف آخر آمده و در بالایش چنین الف میده گذاشته شود، در این حالت حرف واو الف خوانده می شود که مقدار 2 حرکت کشیده می خوانیم. بیایید با هم مثال های این را خوانده تکرار کنیم. مثال اول: الصلاة. ببینید در بالای حرف واو الف میده آمده است که مقدار 2 حرکت کشیده می خوانیم. الصلاة الصلاة. مثال دوم: الزکاة الزکاة. مثال دیگر: الربا الربا. مثال دیگر: بالغداة بالغداة. و مثال آخر: مناة مناة. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی این مثال هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نوشته بار دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا الفبای عربی را تیزتر از خود کرده به قرآن خوانی شروع کنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.